اگه شما هم مثل من به مشکلات اینترنتی و اینها خیلی چیز هستین، میتونید با یک روش خیلی ساده بهترین رپوزیتوری های خوب رو برای لینوکستون پیدا کنید و ازش استفاده کنید. من همونطور که میبینید دارم از اوبونتو استفاده میکنم و اوبونتو یکی از رایج‌ترین لینوکس هایه. خب برای این که من بیام و چیز کنم، اون رپوزیتوری های میرور و بهترین ها رو پیدا کنم، یک برنامه ای رو کانونیکال یا همون سازنده لینوکس اوبونتو داخل چیش تعبیه کرده به اسم سافتور اند آپدیت. دو تا برنامه رو تعبیه کرده که چیز خیلی خوبی هم هستن اینا. خب سافتور اند آپدیت، اگر این برنامه رو باهاش آشنا نیستین میتونید باهاش یکم کار کنید ببینید که این چی داره. خب اینا هم نصبش کنید، با چت جی پی تی هم میتونید این رو راهنمایی کنید و بهترین چیزا رو استفاده کنید. درو چجوریه، ولی شما میتونید با استفاده از این مخزن ها چیز کنید، با همدیگه اتصال دارن و اینکه اینها از همدیگه فیلتر نیستن. خوبی این چیزا اینه. حالا ما چجوری بیاییم و اینا رو پیدا کنیم؟ سرور اصلی، اگر شما بیایید و یک سری از اپلیکیشن ها و اینها رو بیایید از سرور اصلی دانلود کنید، سرور اصلی گیر میده و شاید مثلا چیز نشه، مثلا بر اساس قوانین کشوری که سرور اصلی داخلش هست ممکنه که کشور شما رو تحریم کرده باشه. بعد شما میایید چیکار بکنید؟ از میرورها استفاده میکنید. خب از گزینه آدر که بیایید بزنید، بیایید گزینه سلکت بست سرور رو انتخاب میکنید، تستینگ دانلود سرور، یک عالمه میرور رو میاد، یک عالمه سرور رو، مخزن میرور رو میاد تست میکنه، بعد میاد به شما درست حسابی تحویل میده. الان میرور هاست. الان اصطلاحاً اون رپوزیتوری یا اون رپوزیتوری میرور موبین هاست یکی از بهترین یکی از بهترین اون چیزها بود، میرورهای انتخابی خود اوبونتو بود. من کنسل کنم اینا. اوبونتو موبین هاست داش اوبونتو. حالا ما فرض میکنیم که اینها چیز شد، استفاده شد و تمام این مراحل هم درست انجام شد. بعد کلوز رو که زدیم، حالا این نمیدونم چرا چیز داد. حالا ترمینال رو باز میکنیم، سودو apt آپدیت رو میزنیم و بعدم رمز عبور رو که زدیم، در نهایت میاد تمام پکیج ها رو بر اساس این چیزها آپدیت میکنن. حتی TVD پکیج تریدینگ ویو هم برای ما به راحتی تمام آپدیت میشه. در حال حاضر این دوتا پکیج microsoft.com و TVD پکیج تریدینگ ویو، اینها هر جفت اینها ایران رو تحریم کردن. دوستان اگر تریدینگ ویو رو روی لینوکس میخواید نصب کنید، باید بدونید که تریدینگ ویو ایران رو تحریم کرده، چه از لحاظ مخزن لینوکسی و چه از لحاظ بقیه. خب حالا مشکل حل شد و الان دیگه شما میتونید با استفاده از چیز حتی تحریم شده ها رو هم اینجوری دور بزنید و از آینه های سرورهای میرور برای بروز کردن پکیج های لینوکسی تون استفاده کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. من مستر جی هستم از مستر جی 0xj.